سببش را به گریه گفت پایین قبر حسین قبر اکبر است پایین قبر حسین قبر اکبر است چند نوهم چند فرد نوهم خدمت شما بخوانم از شهید برفیز در دشت عراق آمد آن رهبر آزاد آقای عسکری گفتن فقط نوها خواندن نشد چی بخواند چوشی ولی همه نوها خواندن اون چوشی رو شروع کردن و اصلا سلامتی خودتان انشاءالله که از آدمی ها قبول شود سلامتی برد در دشت عراق آمد آن